سلام دوست عزیزم. باش امروز برای خودت کاری بکن. فکر نکن که دنیا با تو سر دشمنی داره. فکر نکن که همه آدما با تو لجن. خدا با تو ناسازگاری داره. به والله هرچی که هست از درون هست. کل راز و رمز موفقیت فقط به یک تغییر نگاه، به یک زاویه دیده. از نمیشه به میشه تبدیلش کن. به همین سادگی. دنیا پر از فراوانی، پول و ثروته. این همه ماشین، این همه خونه، این همه طلا، این همه نفت، این همه امکانات، همه برای من و تو آفریده شده. فقط بیدار شو دوست من، فقط بیدار شو. نخواب. تو وقتی که داری میگی نمیشه، نمیتونم، برای من نیست، داری به خواب میری. دوتا محکم بزن تو صورتت، بگو پاشو لعنتی، پاشو برای همه شده، برای منم باید بشه. پاشو. دنیا انتخابی عمل نمیکنه، دنیا گزینه‌ای عمل نمیکنه. برای اون بشه، برای تو نشه. یه مسیر الهی وارد شدی. نخواب. پاشو. تو هدایت شدی توسط روحت، توسط جهان هستی هدایت شدی. فقط پاشو، نخواب. میشه، همه چیز میشه. بیا امروز زندگی را از یه زاویه دیگه نگاه کن. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گفتی نمیشه، نمیتونم، نیست. بیا امروز از یه جور دیگه نگاه کن. برای یک بار که شده، فقط برای یک بار که شده، بگو میتونم، انجامش میدم. بشکن این طلسم‌های روانی رو، بشکن این افکار مخرب رو، بشکن، بذار رها بشی، بذار به ثروت برسی، بذار به شادی برسی. به والله که میشه، به والله که میشه، به والله که میشه، به والله به قدری راحت میشی که فکرش هم نمی‌کنی. کجای دنیا آخه شما دیدید فقط با تسکیر ذهنی شما بتونید میلیاردر بشید، ثروتمند بشید، یه زندگی خوبی انجام بدید؟ به والله که چقدر آسونه، چقدر راحت ثروتمند شدن. فقط زاویه دید تو تغییر بده. فقط زاویه دید تو تغییر بده. صبح که بلند میشی بگو برای همه میشه، برای منم میشه. منم میتونم، همه تونستم، منم میتونم. من هیچ فرقی ندارم با دیگران. روز تو با یک افکار سالم، با یک دید خوب، با یک زاویه خوب شروع کن. ببین که تا شب برات خوبی حال خوب میباره یا نه.